آن شده کیلو 20 افغانی. اینا چند روز بود 2 کیلویش با 30 افغانی هم میتن. و امو سبزی بگویمش دوستان از بعضا بسیار ما شنیدیم در ایران میوه حتی برش میگن و همراه میوه یک جا استفادهش میکنن، اما از جمله سبزیجات است دیگه و در سر دسترخوان بسیار یک چیز خوب است دوستان. کدو چارکش 30 افغانی دوستان. بسیار جاها ما دیدیم بسیاری اوقات سیرش 30 افغانی است. نظر انجام میرن حتما شما هم مطمئن چی شدین دوستان، متوجه شدین و دیدین. اشکمبه دوست دارین چیزا رو دوستان عزیز میخورین یا هم نه؟ سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی به بازار سرای شمالی آمدیم، بازار ترکاری و میوه. تصویر میبینین دوستان عزیزان، بادرنگ هم ارزان شده کیلو 20 افغانی. اینا چند روز بود 2 کیلویش با 30 افغانی هم میتن. و امو سبزی بگویمش دوستان از بعضا بسیار ما شنیدیم در ایران میوه حتی برش میگن و همراه میوه یک جا استفادهش میکنن، اما از جمله سبزیجات است دیگه و در سر دسترخوان بسیار یک چیز خوب است دوستان عزیز، یک چیز مزه‌دار است و سر هر دسترخوان می باشه وقتی که ارزان شود، چون با هر غذا هم خورده میشه و همون لذت غذا را چند یا چند میکنه دیگه. در ضمن از دوستان عزیز بسیاری ها به حیث عصرانه یا وقتی گوشه میمونن دیگه ساده تر بگیم استفادهش میکنن که هم خالی خورده میشه دوستان عزیز بگیم برتون دیگه، هم همراه غذا ساده تر. طرفم سرکا دوستان عزیز فرصت هست بو قدر بیربار نداره. غوره و رواش هم از دوستان عزیز غوره خورده 10 افغانی و رواش کیلوی 70 افغانی یا 60 افغانی، همه قیمت هایش است لئی شب روز. بادرنگ های فارمی هست دوستان عزیز، زیادتر دیگه مون بادرنگ بازار گرفته همراه گندنه هم بسیار زیاد است. دسته 5 افغانی دوستا، اگر یک ذره جگره هم کنین 3 دسته شان براتون 10 افغانی میتن، اما نکنین جگره چون ها تمامش آدم های غریب کار است، همون 2 افغانی 3 افغانی که برشان فایده میمانه میدن و نان میخرن و با فامیل خود استفاده میکنن. کدو چارکش 30 افغانی دوستان. بسیار جاها ما دیدیم بسیاری اوقات سیرش 30 افغانی است. نظر انجام میرن حتما شما هم مطمئن چی شدین دوستان، متوجه شدین و دیدین.
این دوستان عزیز بازار میوه هست، میوه‌جات. این از مالتا گرفته تا سیب و انار و کیوی و توت زمینی، همین میوه ها از دوستان عزیز. بینگ در بازار مرغ فروشی و کله پاچه هم ببرم تون دوستا و بازار مرغ فروشی و کله و پاچه را هم ببینه. این بازارش است، مرغ فروشی ها. یکی از کله و پاچه هم دوستان عزیز سر از اینی تونگار یا می باشه یا سر از اینا می باشه که هنوز نامدن. اینجا دوستان عزیز کله هست، اونده اون طرف سرک هم هست، کله گوسفند دل میگن دوستان عزیز. یا به ما سیلای هم نمو قلب از کباب میکنن میخورن. این مرغ اشکمبه هم از دوستا، اشکمبه دوستان این چیزا رو دوستان عزیز میخورین یا هم نه؟ خرما این هم دوستان عزیز میدان سرای شمالی یا چهارراهی سرای شمالی یا چوک سرای شمالی، هر چیزی که مد نظر خودتان هست. دوستان عزیز که موتر بره اون طرف سرک بگذاریم یا اون طرف پیش بریم که طرف راه نمی باشه. کیله هم دوست داری باشد او بازار کیله نبود، این رواش برای رواشک های خورد از دوستان این رواشک کلان همون طرف است، 1 کیلو یکی فروخته میشه. او رواش ها رو با زنه یکی هم میفروشن دانه 10 افغانی و 5 افغانی. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتونه و الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.